في كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لي ظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي ليه عادت أيامي وأحلامي إلي. في كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لي ظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي ليه عادت في كتاب الله قلبي صار حي. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. با یکی دیگر از برنامه‌های مثال‌های قرآنی در خدمت شما خوبان و عزیزان هستیم. الله متعال در قرآن کریم برای ما مثال‌های زیادی رو بیان کرده. در قرآن کریم الله متعال برای ما مثال‌ها زده تا معانی و مفاهیمی رو در قالب مثال به ما بفهمونه و با یک مثال و یک معنا و مفهوم مشهود و محسوس، اون چیزی که میبینیم و احساسش میکنیم، معانی و مفاهیمی عقلی و ایمانی و قلبی رو بهتر درک بکنیم. ما در زندگیمون کارهای خوب و خیر و کارهایی که مورد احترام انجام میدیم. همه ما انسان ها، خیلی از انسان ها در زندگی به فکر خدمت به دیگران هستند، به فکر اینن که شرایط و وسایلی رو آماده بکنن تا دیگران آسایش داشته باشن، آرامش داشته باشن و به همین خاطر دید ما نسبت به اونها یک دید خوب هست. از اونها به نیکی تعریف میکنیم، از اونها به خوبی یاد میکنیم. اما وقتی که مسئله دین مطرح میشه، وقتی که مسئله اعتقاد و باور مطرح میشه، وقتی که مسئله قیامت و بهشت و دوزخ مطرح میشه، احیانا برخی از ما در این مسئله هم از پیش خودمون همینطور نظر میدیم و طرح میدیم و برای خودمون نظریه پردازی میکنیم. یکی از مواردی که در برخی از محافل ما شنیده میشه اینه که آقا فلانی برق رو اختراع کرده، اگه اون نره بهشت کی میخواد بره بهشت؟ این خدمت بزرگ، این بزرگترین اختراع انسان و چقدر تأثیر گذاشته بر زندگی انسان ها و کارشون رو آسون کرده و راحت کرده. آقا فلانی تلفن اختراع کرده، ارتباط ها رو آسون کرده، صله رحم ها رو راحت کرده. آقا فلانی فلان چیز رو اختراع کرده، آقا فلانی فلان خدمت رو کرده. چون فلانی دست به خیر داره و این انسان به یتیم ها، به مساکین، به مستمندا کمک میکنه، پس این که حتما بهشتیه، چون انسان خیریه، چون انسان خدمتگزاریه، چون خدمت میکنه و دیگه نگاه نمی کنیم اعتقادش چیه، باورش چیه و دین و آیینش چیه و چه تفکری نسبت به الله متعال داره، نسبت به قیامت داره، نسبت به بهشت و دوزخ داره، نسبت به کتاب‌های آسمانی داره، نسبت به انبیا و ملائکه داره. اینها برامون در این تصمیم گیری زیاد اهمیت نداره. مهم اینه که همون ظاهر کار رو میبینیم و برامون چون ظاهر کار قشنگه فکر میکنیم حتما سرانجام این شخص هم عالی است. الله متعال در قرآن کریم برای ما، برای اینکه این معنا و مفهوم بهتر فهمیده بشه، مثال میزنه.
در سوره مبارکه آل عمران و همچنین در سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام الله متعال دو آیه رو بیان میکنه که هر دوتا در قالب یک مثال بیان میشه. الله متعال برای ما مثال میزنه. در سوره مبارکه آل عمران آیه 117 الله متعال درباره این افرادی که کار خیر میکنن، افرادی که انسانهای خیری هستند ولی اعتقاد و باور ندارن به الله، به روز قیامت، به کتاب‌های آسمانی، و یا اینکه اعتقاد دارن اما اعتقادشون آمیخته با شرک و انحراف اعتقادی دارن. درباره اینها الله متعال در آیه 117 مثالی میزنه و آیه قبلش آیه 116 میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا. کسانی که کافر شدن مالشون و همچنین فرزندانشون از الله متعال در برابر الله متعال اونها رو بی نیاز نمیکنه. نه مالشون نه فرزندانشون و نسلشون به دردشون نمیخوره. اولئک اصحاب النار و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. و اونها اصحاب دوزخ هستند و آتشن و در آن جاودانه میمانند. بعدش الله متعال برای اینکه این معنا و مفهوم برای ما بهتر بیان بشه مثال میزنه. این سوال شاید پیش بیاد، خب چرا برای کافر، چرا کافر مالش فرزندانش به دردش نمیخورن؟ چرا وقتی که کار خیر میکنه به دردش نمیخوره؟ چرا وقتی که اختراع بزرگی داره مثل برق، مثل تلفن، مثل خیلی از مواردی که واقعا خدمت به بشر حساب شدن، چرا به دردش نمیخوره در روز قیامت؟ چرا؟ الله متعال مثال میزنه تا در قالب این مثال بهتر بفهمیم. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا آیه 117 سوره مبارکه آل عمران. وصف حال کسانی است، مثال کسانی است که کار خیر میکنن، خوبم انجام میدن، زحمت میکشن، تلاش میکنن، خدمت میکنن به انسانها، ولی این انسانها در اعتقاد و باورشون مشکل دارن. اینها حکایتشون چیه؟ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا. مثال کسانی که الان اینجا الله تعالی برای ما مثال میزنه، مثال کسانی که انفاق میکنن، یعنی خرج میکنن، بذل و بخشش میکنن، میبخشن، مدرسه درست میکنن، مسجد درست میکنن، برای یتیمی ها بررسی میکنن و رسیدگی میکنن و میان کارهای عام المنفعه انجام میدن، خدمت میکنن، رسیدگی میکنن، دست ناتوانی رو میگیرن، اما در اعتقاد دچار مشکلن، یا اینها دچار شرکن یا اصلا اعتقادی به الله و روز قیامت ندارن و به هر حال اعتقادشون مورد قبول الله تعالی نیست. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا. در زندگی دنیا اینها در دنیا خوب خرج میکنن، خوب انفاق میکنن. مثال اینها چیه؟ کمثل ریح، به مانند یک بادی است. کمثل ریح، به مانند یک بادیه. فیها سر، بادی که در اون خیلی سرمایه شدیدی وجود داره. سر، در اون یک سرمایه شدیدی وجود داره، یک بادی که به همراه یک سرمایه شدیدی داره میاد. این باد خوبه، ظاهرش خوبه، اما اون سرمایه که در اون هست، این شدت سرما میاد چیکار میکنه؟ اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم، حرکت میکنه میاد به کشت، مزرعه، باغ و محصولات کشاورزی قومی که ظلموا انفسهم، به خودشون ظلم کردن. الله متعال میفهمد انسان هایی که ظالمن، ظلم میکنن، کشت داره، کشاورزی داره، کشت و کار داره، باغ کشته برای خودش، یک بادی میاد، بادی خیلی سردی. میدونیم که باد سرد وقتی که میاد یعنی برف و بوران، یعنی یخبندان مرگ کشت و کشاورزی و باغه، میاد و همه چی رو از بین میبره. این میاد برخورد میکنه با قومی که با کشت قومی که اونها به خودشون ظلم کردن. این رو الله متعال اشاره میکنه که این عذاب
سراغ هر کسی نمیاد، سراغ انسان‌های میاد که اون انسان‌ها ظلم کردن به خودشون. بعد چی میشه؟ فاهلکت، هلاک میکنه تمام این کشت رو، این باغ رو، این محصول رو، همه رو از بین میبره. الان الله متعال برای ما یک مثال زده. این مثال میفرماید که یک عده‌ای کشت و کار میکنن، باغ میکارن. کشت سرمایه است، باغ سرمایه است. انسان از کشت و باغ و زراعتش امید محصول داره، امید این داره که به دردش بخوره، میکاره تا برداشت کنه. این عده کاشتن، باغ درست کردن، زراعت کردن، اما یک باد سردی آمد و همه چیز رو زد. باد سردی اومد، بادی که در اون سرما بود و همه چیز رو چنان از بین برد که این محصولات از شدت سرما سیاه شدن و افتادن. از بین برد اینها. چرا؟ چون اینها قومی بودن که به خودشون ظلم کردن. و ما ظلمهم الله ولکن انفسهم یظلمون. الله متعال به اینها ظلم نکرده، اینها خودشون به خودشون ظلم کردن. وقتی عذاب میاد به سراغ قومی، الله به اونها ظلم نمیکنه. خودشون با کارهاشون، با اعتقادشون، با باورشون، با رفتارشون، با عبادتهاشون که انجام ندادند، اینها به نحوی رفتار کردن و برخورد کردن که مستحق عذاب شدن. و ما ظلمهم الله، الله متعال به اینها ظلم نکرد. اینها خودشون به خودشون ظلم کردن، نخواستن خوب باشن، نخواستن که اعتقاد درست و باور درستی داشته باشن. الان این مثال، خب این مثال وصف حالی کی بود؟ وصف حال کفاری، مشرکینی که در دنیا بذل و بخشش میکنن، زراعت میکنن، کشت میکنن، باغ درست میکنن، به این امید که یک چیزی گیرشون بیاد، اما یک باد سردی میاد به خاطر ظلمی که کردن. ظلمشون چیه؟ کفرشون. ظلمشون چیه؟ شرکشون. ان شرک لظلم عظیم. شرک ظلم بسیار بزرگیه. اون شرک در عبادت، اون کفرشون، اون عدم اعتقادشون به الله تعالی، این سبب شد تا بیاد این اعتقاد نادرست، طوفان کفر، طوفان شرک با اون سرمایه کشنده‌ای که داشت، اومد به سراغ این محصول، اومد به سراغ این اعمال خیرشون، اومد به سراغ این کمک به یتیم، کمک به مسکین، مسجدهایی که ساخت، مدرسه هایی که ساخت، پل هایی که درست کرد، خدماتی که انجام داد، اومد و همه اینها رو زد و از بین برد. الله متعال میفرماید چون اینها کافر بودن، چون اینها مشرک بودن، الله متعال تمام عبادت های اینها رو برباد میده. ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک، در آیه 65 سوره زمر الله متعال خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید اگر ای پیامبر من مواظب باش که وحی شده به تو و پیغمبران قبل از تو که اگر لئن اشرکت، اگر شرک بکنی، که شرک یکی از اقسام کفر و بدترین نوع کفر، که اگر شرک بکنی، با الله متعال شریک قرار بدی، لا یحبطن عملک، حتما، قطعا، یقینا عملت برباد میره. شرک یک طوفانه، یک باده، یک کولاکی از برف و سرماست که میاد به سراغ مزرعه اعمال انسان، میاد به سراغ باغ زندگی انسان و همه رو میزنه و از بین میبره. لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، و از جمله زیانکاران خواهی بود. زیانکار کیه؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بگو آیا شما رو به زیان بارترین کارها من دلالت نکنم؟ در سوره مبارکه کهف آیه 103 الله متعال درباره زیان بارترین کارها به ما میگه، کسانی که تلاش میکنن اما به نتیجه نمیرسن. آیه قبلش آیه 102 میفرماید افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دون اولیاء، آیا گمان کردن کسانی که غیر از من بندگان و مخلوقات من رو به دوستی گرفتن و ندا میکنن و میطلبن از اونها و اونها رو در صفات با من شریک کردن، آیا فکر کردن اونها به دادشون میرسن؟ بعدش الله متعال در آیه بعد میفرماید که
آیا زیان بارترین کارها رو برای شما معرفی نکنم؟ بعد میفهمد کسانی که الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا، کسانی که تلاش بیهوده کردند در زندگی دنیا، و هم یحسبون، در حالی که آنها گمان میکردند انهم یحسنون صنعا، که آنها کار خوب انجام میدن. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم، اونها کسانی بودند که کفر ورزیدند به آیات الله متعال. کفر، شرک نوعی از کفره، انکار یکی از انبیا کفره، انکار کتاب‌های آسمانی کفره، انکار ملائکه کفره، انواع و اقسام. اینطور نیست که کافر فقط کسی است که اعتقاد به الله نداره، اعتقاد به روز قیامت نداره. نه، خیلی اعتقاد به الله هم دارن، اعتقاد به روز قیامت هم دارن، اما مرتکب شرک شدن. یا فلان مدد و یا فلان مدد و یا فلان مدد میگن. مگر مسیحیان اعتقاد به قیامت ندارن؟ مگر مسیحیان اعتقاد به وجود الله متعال ندارن؟ بله دارن، اما اعتقاد به الوهیت عیسی علیه السلام هم دارن، اعتقاد به الوهیت روح القدس هم دارن، اعتقاد برخیشون به الوهیت مریم هم دارن. برخی از کسانی که ادعای اسلام هم دارن. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، خیلی ها ایمان نیاوردن مگر اینکه ایمانشون آمیخته با شرک. فلانی و فلانی و فلانی از اولیا و انبیا رو هم در حساب کتاب و عالم اینها دخیل میدونن و فکر میکنن که اختیار عالم به دست این است، و فکر میکنن خدا 14 تا خدا و چند تا خدای دیگه مثل خودش خلق کرده که فقط یک فرق با الله تعالی دارن، که اینها مخلوقن و او خالق، وگرنه همه صفاتشون مثل الله تعالی است. این عده وقتی که عبادت میکنن، زحمت میکشن، خرج میکنن، هر کاری بکنن، اینها حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا، اعمال اینها برباد میره و روز قیامت هیچ وزنی نخواهد داشت عبادت های این. در سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام، اونجام الله متعال باز مثال میزنه برای ما، شبیه این مثال برای کسانی که در اعتقاد مشکل دارن، ولو انسان های خوبی هن، ولو خیرن، ولو میلیون ها و میلیاردها خرج میکنن، ولو که این انسان ها در رحمت، ولو اینکه خوش اخلاقن، ولو اینکه صادقن، ولو اینکه خیانت تو کارشون نیست، اما اعتقادشون مشکل داره. الله متعال میفرماید من تا وقتی که کسی اعتقادش درست نباشه، ایمان و باورش درست نباشه، قبول نمی کنم. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، هر کسی که غیر از اسلام با اون ضوابطش و با اون اعتقاد درست اسلامی واقعی و حقیقی قبول نکنه، ازش پذیرفته نمیشه. غیر از اسلام دین قبول نیست، غیر از توحید باور دیگه قبول نیست و عبادت ها برباد میره. الله متعال در سوره مبارکه ابراهیم مثالی میزنه در تکمیل همین مثال و شبیه این برای سرنوشت این افراد. مثل الذین کفروا، در آیه 18 مثل الذین کفروا بربهم، مثال کسانی که کافر شدن به پروردگارشون. این کفر شرک هم داخله برش، کسانی که مشرک شدن، کسانی که یا فلان مدد یا فلان مدد میگن، کسانی که اصلا اعتقاد به قیامت ندارن، کسانی که اعتقاد به نبوت تمام انبیاء الهی که ثابت شده ندارن، کسانی که اعتقاد به تمام کتاب‌های آسمانی ندارن یا یکیشون، کسانی که اعتقاد به بهشت و دوزخ ندارن و همه اقسام کفر داخله. مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم، مثال کسانی که کافر شدن به پروردگارشون، مثال اعمال اینها مثل چیست؟ روز قیامت کرامدین، مثل خاکستری است، اشتدت به الریح، که یک باد خیلی تندی میوزه، اشتدت به الریح فی یوم عاصف، در یک روز طوفانی، یک طوفانی میاد، خاکسترهای ریخته، در یک روز طوفانی باد تندی میوزه، خاکستر چی میمونه ازش؟ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، نمیتونن، قادر نیستن از اون چیزایی که کسب کردن چیزی رو به دست بیارن روز قیامت. اینا همشون و قدمنا الی ما عملوا من عمل، در سوره فرقان الله متعال میفهمه فجعلناه هباء منثورا، و آورده میشه عبادتاشون، کارهای خیرشون، صدقاتشون، پولی که خرج کردن، کارهای خیریه که کردن، ولی چون اینها اعتقاد نداشتن، چون آب از سرچشمه ناپاک بوده، چون اینها اصلشون مشکل داشته، اعتقاد و باورشون، اینها همه باطل میشه و همه خاکستر میشه و میره.
ذلک هو الضلال البعید در آیه 18 سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام در پایان مثال وقتی تشبیه میکنه الله متعال اعمال خیر اینها رو به خاکستر، در پایان میفرماید خاکستری که در یک روز طوفانی یک باد تند برش بوزه و همه رو میبره و هیچی نمیمونه ازش و به درد انسان نمیخوره دیگه، میفهمد که ذلک هو الضلال البعید، این یک گمراهی آشکار است. الله متعال به اینها ظلم نمیکنه، این ظلم نیست. الله متعال کسانی رو که کار خیر میکنن در همین دنیا اجر پاداش اونها رو به اونها میده. اینطوری نیست که نه در این دنیا نه در اون دنیا، در این دنیا به اونها میده. کسی که در این دنیا کار خیر میکنه تا مشهور بشه، خب نیتش چیه؟ مشهور شدنه. فلان بازیگر سینما، فلان ورزشکار میاد و خرج میکنه، میلیون ها خرج میکنه. چرا؟ هدفش اینه مشهور بشه و میشه، مشهور میشه، عکسش تو روزنامه چاپ میشه، همه جا میان ازش تعریف و تمجید میکنن، خب به هدفش میرسه. نیتش همین بود، به نیتش میرسه. الله او رو به نیتش میرسونه. نیتش رضایت الله متعال نبود، نیتش بهش رفتن اصلا نیست، خب به نیتش میرسه. یا الله متعال برای کسانی که در این دنیا ولی او کافرن، ما میبینیم که الان در ظاهر خیلی ها فکر میکنن چرا زندگی کافر از مسلمان ظاهرش بهتره، چرا کافرها در رفاه بیشتری هستن، چون الله متعال در این دنیا داره به اونها میده نتیجه کارهای خیرشون رو، نتیجه آنچه که انجام دادن رو. این به این خاطر نیست که الله متعال اونها رو بیشتر دوست داره. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم. کفار فکر نکنن من الله تعالی به اونها مهلت میدم خیرشون میخوام. انما نملي لهم ليزدادوا اثما. فرصت مهلت داده میشه بیشتر گناه کنن. در همین دنیا به اونها الله تعالی ثروت میده، اونها آسایش میده، به اونها راحتی میده، به اونها نعمت میده، بیماری هایی رو از اونها دور میکنه، مشکلاتی رو از سر راه اونها دور میکنه به خاطر کارهای خیری که انجام دادن، به خاطر اون صفات خوبی که در وجود اونها هست. در دنیا میبینن، اما آخرت حساب کتاب داره. والآخرة عند ربك للمتقین. آخرت فقط از متقینه، کسانی که تقوا پیشه میکنن، الله رو به وحدانیت قبول دارن و در مسیر اطاعت از او گام میبردارن، گناهان رو ترک میکنن، عبادت ها رو انجام میدن. آخرت حساب کتاب داره. آخرت فقط مال متقینه، مال موحدینه، مال بقیه نیست. کسی که مشرکه، کسی که کافره، روز قیامت اعمالش مثل همین مزرعه است. اینها در دنیا شرک کردن، کاشتن، بله، مزرعه‌ای درست کردن، مزرعه رو درست کردن، طوفانی آمد همه رو از بین برد. این طوفان چی بود؟ کفر. این طوفان چی بود؟ شرک. این طوفان چی بود؟ اعتقاد نداشتن به عقیده توحید. اصل قبولی عبادت ها توحیده. اصل پذیرش اعمال نزد الله تعالی خالصانه بودن برای الله تعالی است، رضایت الله تعالی است. عملی که با اعتقاد توحیدی انجام نشه و مخلصانه بدون از ریا فقط برای الله متعال نباشه از بین میره، حتی ولو اینکه صدقه ای باشه. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. با منت گذاشتن و اذیت صدقه های خودتون رو از بین نبرید. کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم الاخر. مثل اون کسی که اموالش رو از روی ریاکاری بذل و بخشش میکنه که مشهور بشه، مردم بگن به به و چه چه، اسمش رو بنویسن، بزنن تو روزنامه ها، بزنن سر در این طرف و اون طرف. این انسان ریاکار، این باطل میشه اعمالش، هیچ چیزی بهش نمیرسه و نتیجه‌ای نمیگیره. خلاصه این دو مثال در آیه 117 سوره مبارکه آل عمران و آیه 18 سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام اینه که الله متعال شرط گذاشته اگر کسی میخواد روز قیامت نتیجه ثمرات و عبادت ها و اعمالش رو ببینه، اعمال خیرش رو، انفاقش رو، آنچه که در دنیا خرج میکنه و بذل و بخشش میکنه، باید موحد باشه، باید خالصانه به خاطر رضایت الله متعال این کار رو انجام بده، وگرنه در غیر این صورت هیچ چی گیرش نمیاد. اگه موحد نبود که ابدا، اگه حتی مسلمان باشه به خاطر ریاکاری این کار رو کرده باشه، باز هم از این کارش در قیامت هیچ دستاوردی نخواهد داشت، چون این طوفان شرک، طوفان کفر و طوفان ریاکاری همیشه تمام محصولات، مزرعه، باغ و تلاش انسان در دنیا رو از بین میبره. این باغ عبادتی که داشت، مزرعه انفاق و صدقه که داشت رو ریاکاری و کفر و شرک از بین میبره. خدا نکنه که ما دوچار این چیزها شده باشیم، خرج بکنیم به نام فلانی، نذر بکنیم به نام فلانی،
پول بدیم به نام فلانی، طلای خودش رو زنی، گردنبندش رو بندازه سر قبر فلانی که به این امید که میاد و روز قیامت کمکش میکنه، در حالی که روز قیامت بریم و ببینیم طوفان این شرک و کفر تمام عبادت ما رو و اون نذر و بخشش و انفاق ما رو از بین برده. از الله متعال پناه میبریم از اینکه ما رو مبتلا بکنه به شرک، کفر و ریا. از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید نهایت سپاس رو دارم و تا برنامه بعدی شما عزیزان به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار شما. في كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لي ظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي ليه عادت أيامي وأحلامي إلي. في كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي في كتاب الله